سلام. امروز میخوایم ببینیم چجوری میتونیم با استفاده از CSS و HTML ساده سایتمون رو از خسته کننده و ساده بودن در بیاریم و به یه سایتی که حس زنده بودن بهمون بده تبدیل کنیم. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو یادتون نره که حتما این ویدیو رو لایک کنید و اگه دوست داشتید چنلمون هم سابسکرایب کنید تا از ویدیویی که در آینده توی چنل قرار میدیم با خبر بشید. لایه رو دانلود کردم از اینترنت، یه دونه بک‌گراند، یه دونه حالا این آدمی که اینجا هست و یه دونه هم این کوهمون. من میخوام این سه تا لایه رو روی همدیگه حرکتشون بدم که یک حالت سه‌بعدی به من یه خطای دید سه‌بعدی من داشته باشم اینجا. بذار من اینو تو محیط VS Code بالاش بیارم. کاری که میکنیم اینه که حالا مثل بقیه پروژه‌های HTML CSS البته اینجا نه، اینجا یه دونه index.html میسازیم، index.html و بعد کنارش یه دونه هم style.css. کلا این پروژه‌مون رو با CSS میخوایم بزنیم. بذارید تا من کار اولیه‌شو بکنیم. اسم پروژه چی میشه؟ مثلا پارالاکس در واقع حالا به اون چیزی میگن که شما چند تا لایه دارید و اینا روی همدیگه در واقع دارن یعنی میلغزن و حالا به اون خطای دید رو به شما میده که اینا به صورت سه‌بعدی هست این صفحتون. ولی خب در واقع چند تا لایه هستن که فقط زد ایندکسشون فرق میکنه، روی همدیگه هستن و شما با مثلا اسکرول کردن روی صفحتون یک لایه‌تون سرعتش کمتر میره بالا و یک لایه‌تون سریعتر میره بالا. خب اینجا تایتل رو دارم، یه دونه لینک هم میدم، لینک که آدرسش style.css برای استایل. خب تو حالت عادی شما اسکرول صفحتون در واقع روی بادی صفحتون، بادی HTMLتون هست. ما الان میخوایم این اسکرول رو بیاریم و روی یه دیو چایلدش بذاریم. پس من یه دیو اینجا حالا با کلاس نیم مثلا رپر میذارم، رپر، و توی این دیو یه هدر دارم، هدر که توی این هدرم 3 تا ایمیج دارم. ایمیجام در واقع همون لایه ها من داخل پوشه ایمیجز داش، حالا عقب ترشون میشه بک‌گراند، آلتش مهم نیست ولی یه کلاس بک‌گراند بهش میدم، آلتش هم میذاریم حالا BG. خب همینو کپی میکنم، دوباره اینجا 3 تا ازش میخوام. خب این یکی عکسم چیه؟ ببخشید، این یکی ایمیجم میشه این کوهه و سومین ایمیجم میشه اون حالا آدمی که جلوش هست. حالا شما هر عکسی که دوست داشتید خودتون میتونید قرار بدید، فقط باید لایه‌هاشو پیدا کنید یا بسازید و اینجوری استفادهش کنید. خب آلتش هم میشه مثلا ماونتین و کلاسش هم ماونتین، اینجا من و کلاس من. خب یه در واقع H1 هم میخوام که یک متن رو داخلش بذارم. حالا من آیدی یعنی اسم ایولرن رو میذارم که بین اینها حرکت بکنه. این رو هم کلاسش رو میذارم تایتل، کلاس تایتل. خب بعد از این من یک متن دارم که حالا زیر اون در واقع عکس هام هست که بعد از عکس ها میاد بالا. حالا اسمش اینا همه متنا رو توی یه سکشن قرار میدم. لورم 500 یک حالا لورم ایپسوم 500 کلمه بهم بده اینجا. خب اگه حالا ما اینو HTML رو رانش کنیم، index.html این رو بازش کنیم، میبینیم که عکسامون رو داریم به ترتیب و در نهایت حالا تایتلمون و اون لورم ایپسومی که قرار دادیم. خب حالا میریم سراغ فایل استایلمون. توی استایلمون اول از همه میایم و برای رپرمون استایل تعریف میکنیم. رپر همون دیوی بود که روی همه اینا رپ میکرد دیگه. در واقع توی رپر من هایت
صد viewport height دارم که میشه 100% viewport هم 100% ارتفاع viewport هم باشه و overflow برای y من اینو میذارم روی اوتو. بخشید اینجا یادمون رفت، اینو میذارم اوتو. overflow x رو هم میذارم هیدن که نتونم روی x overflow انجام بدم. و در نهایت یه پرسپکتیو براش حالا تعیین میکنم که این پرسپکتیو هم بهش میگم 10 پیکسل باشه. این پرسپکتیو به این صورته که شما اگه مثلا بزنید 10 پیکسل یعنی اینکه 10 پیکسل در واقع از جلوی شما تا داخل مثلا صفحه ازتون دور هست. اگه من بزنم منفی 10 پیکسل، 10 پیکسل به شما نزدیکتره، یعنی از صفحه شما مثلا به صورت شما نزدیکتر میشه. الان من این 10 پیکسل زدم، یعنی 10 پیکسل دورتر حالا قرار میگیره. عددش مهم نیست حالا، ولی خب چون بعداً میخوایم باهاش کار کنیم چیزی که نسبت به این عدد مینویسیم برامون مهم هست. حالا بریم جلوتر بیشتر متوجه میشید. خب برای هدرم من میام و یه کلاس تعریف، یعنی یه استایل مینویسم، پوزیشنش رو ریلیتیو میذارم نسبت به حالا اون ابسولوت که بعدا قرار بنویسم برای بک‌گراند. و دیسپلی فلکس و justify content center align items center و height 100%. transform style preserve 3D که 3 بعدی باشه، بتونه اون حالا عمل 3 بعدی رو انجام بده. زد ایندکسش هم میذارم -1 فعلا. خب اینم هدرم. الان میام سراغ بک‌گراندم. بک‌گراند رو چی نوشتیم؟ بیجی نوشتیم اگه اشتباه نکنم. بله بیجی نوشتیم. .bg. اینجا استایل بک‌گراندم رو تعریف کنم. البته بذارید بک‌گراند رو اون کوه رو ماونتین گذاشتیم. ماونتین استایل بک‌گراند و کوه رو با هم بنویسیمش. خب اینا یه پوزیشن ابسولوت دارن، هایت 100% دارن و ویدث 100% اینجا داریم. آبجکت فیت رو هم میذاریم روی کاور که عکسامون کاور باشن و زد ایندکس هم براشون تعریف میکنیم -2. خب حالا این عکسامون پوزیشن ابسولوت دارن، این ریلیتیو در واقع وسط این عکسامون قرار میگیرن. هایتش هم ویدثش هم 100 قرار دادیم و گفتیم که کل صفحه رو بگیرن عکس‌ها. زد ایندکسش هم -2 قرار دادیم که بره پشت صفحه. خب الان میخوایم اون آدمی که داریم رو در واقع بیاریم. من اگر اشتباه نکنم اسمشو گذاشتیم. اینم دقیقا مثل قبل، استایل قبل رو بهش میدیم، فقط چون میخوایم یکم جلوتر از بقیهشون باشه این هدرمون وسط ماونتین و این حالا آدمی که هستش هست. پس من اینو میذارم 0. زد ایندکس اینو میذارم 0، این -2 و اینم -1. خب حالا باید بیایم و برای اون تایتلی که قرار دادیم یه استایلی هم تعریف کنیم. چون تایتلم الان خیلی خشکه. تایتل اینجا براش میام و فونت سایز بهش میدم. فونت سایز مثلا 15 آریم و رنگش هم میذارم سفید، کالر وایت و زد ایندکس رو هم بهش میدم -1.
حالا همین رو ما بخوایم یه نگاه بکنیم ببینیم چی شد. ریلود بکنیم. بله میبینیم که حالا متنمون اومده وسط، ولی خب هیچ انیمیشنی نداره. این لورم ایپسوممون هم بک‌گراند نداره. باید برای این سکشنمون هم یه بک‌گراندی بندازیم. خب من برای سکشن میام فونت سایز بهش میدم که 2rem، پدینگ بهش میدم، اینم 2rem باشه، بک‌گراند کالر بهش میدم که حالا برای اینکه مثلا قشنگتر بشه بیاد این رنگ این تیکه رو، کد رنگیشو مثلا من به دست بیارم بذارمش اینجا و کالرشو، رنگ خود تکستشو وایت میذارم. در نهایت یک هایت فیت کانتنت هم بهش میدم. فیت کانتنت. خب الان اگه برگردیم قاعدتا این بک‌گراند داره. بله اینم بک‌گراند مشکی رنگ اون رو گرفت. فقط چیزی که نداریم اینه که انیمیشن ها عمل نمیکنه. ما باید تنها کاری که بکنیم اینه که بیایم و برای 3 تا لایه که داریم .bg بک‌گراندمون، .mountain اون کوهه و .man اینها رو تعریف کنیم. برای بک‌گراندمون translate z و -8 پیکسل بهش میدم. 8 پیکس. در واقع این نسبت به این رپر هم هست، یعنی 8 پیکسل میره نزدیکتر میشه و 10 پیکسل هم که خود رپر هم دورش کرده. پس اینو 8 پیکسل میکنم، چون حالا نزدیکش یعنی اینو دورترش هم کردم، در واقع باید بیام و اسکیلش رو مثلا 2 برابر کنم که اون سایزش رو حفظ بکنه. خب برای کوه هم میام ترانسفورم لیت z. برای کوهمون مثلا -3 پیکسل میبریمش عقب و چون 3 پیکسل هم بردیمش عقب اسکیلش رو مثلا 1.14 برابر میکنیم. برای اون آدممون هم میایم ترانسفورم میدیم translate z -1 پیکسل و اسکیل 1.1. خب بریم سراغ سایت ببینیم چجوری شده. اگه من اینو لود کنم میبینم که انیمیشن هم داره انجام میشه، ولی اینجا ظاهرا یک مشکلی دارم. خب تکست هم باید بره لایه پایینتر. پس من میام این تایتل هم که -1 و این زد ایندکسش هم برای هدرم -1 گذاشتم. البته بذارید من برای بادی یه مارجین 0 هم تعریف کنم. برای بادی مارجین 0 بادی این مارجین دورش هم بره. فقط تنها چیزی که الان مونده این ایولرنه هست که روی همه صفحه قرار داره. من اومدم اینجا برای اون آدمم اومدم یه لایه بردمش عقب تر. من اینو باید یه لایه بیارم جلو که بیاد روی ایولرنم. اگه دوباره الان ریلود کنم میبینم که اینجا این ایولرن رو دارم که به این صورت یه حالت انیمیشن پارالاکس هم برای خودش گرفته. این ویدیو امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین میتونید کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای آینده‌ای که در داخل کانال میذاریم با خبر بشید. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. موفق باشید.